اگه بهت بگم حتی بدون 1 ریال و فقط با مهارت طلاسازی یا طلا فروشی میتونی مهاجرت کنی، باور میکنی؟ نه نیاز به پول داری، نه نیاز به مغازه داری، فقط باید بلد باشی که چطور نمونه کاراتو برای کارفرما بفرستی. من اینجا چند تا کشور بهت معرفی میکنم و در ادامه بهت میگم چطور میتونی از طریق مهارت طلاسازی و طلا فروشی اپلای بگیری. کشورهایی مثل امارات، قطر، آلمان، استرالیا، کانادا. حالا چطور رزومه یا مدارک تو برای اونا ارسال کنیم؟ اول از همه باید یه رزومه کاری آماده بکنید که این رزومه کاری بستگی به کشوری که میخوای بری داره. اگر میخوای بری آلمان باید آلمانی باشه و اگر میخوای بری بقیه اون چند تایی که معرفی کردم به انگلیسی ترجمه میکنید. توش سوابق کاری تو مینویسی، چه کارهایی کردی تا حالا، چه مدت کار کردی و چه کارهایی بلدی. و دوم یه پورتفولیوی ساده آماده میکنی که 10 تا عکس توش باشه و یه ویدیوی 1 دقیقه‌ای از کارهایی که تا حالا ساختی. حالا باید این مدارک رو به کشوری که قرار مهاجرت بکنی ارسال بکنی. اگر میخوای به کشور امارات مهاجرت بکنی، مدارک تو به این سایت یا این سایت یا این سایت ارسال میکنی. اگر به کشور آلمان مهاجرت میکنید، مدارکتون رو به این سایت میفرستید و مهمتر از همه این که کشوری مثل آلمان شما رو اگر به عنوان کارآموز هم استخدام کنه بهتون حقوق میده. برای کانادا و استرالیا هم همینطور. از طریق سایت‌های رسمی کاریابیشون به کارگاه‌هاشون یا به کارفرماهاشون مستقیم ایمیل میزنید. یه نکته خیلی مهم بچه‌ها، حتما نمونه کاراتون رو تو گوگل درایو یا دراپ باکس آپلود کنید، چون اونا یه لینک مستقیم داره که کارفرما میتونه مستقیم بزنه روی لینک و نمونه کاراتون رو ببینه. اینجوری بهتون زودتر هم جواب میدن. پس یادت باشه شما با هر مهارتی که دارید، حالا طلاسازی، طلا فروشی یا هر مهارت دیگه‌ای که دارید میتونید مهاجرت بکنید. تو ویدیوی بعدی حتما بهتون میگم که برای هر کشوری چجوری کارفرماش رو پیدا کنید. حتما این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن تا از ویدیوی بعدی جا نمونی. خیلی دوستتون دارم. روز خوش.